تکفیر میکنی گلو به جرم انتشار عطر، خط میزنی فواره رو قطره به قطره، سطر سطر منو به دار میکشی، به اتهام یک نفس پرنده رو پر میبری در این شب قفس قفس. دیوار میکشی هنوز بین چراغ و چشم من، زنجره ها رو میکشی از ترس هم صدا شدن، رگبار میبندی به ماه، فانوس و گردن میزنی، ستاره پایین میکشی، آینه ها رو میشکنی. با سرد خونه های پر با خشم ما چه میکنی، با بغض زندونی شده تو این صدا چه میکنی. با سرد خونه های پر با خشم ما چه میکنی، با بغض زندونی شده تو این صدا چه میکنی. شکنجه میدی گندم و با سایه دست غضب، حراج میکنی تنه مزرعه رو وجب وجب، لاله به حبس میبری شب پر 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 میکنی، خورشید و میدزدی و شب رو مکرر میکنی، رگبار میبندی به ما، فانوس و گردن میزنی، ستاره پایین میکشی، آینه ها رو میشکنی. با سرد خونه های درودهای انقلابی من رو پذیرا باشید بینندگان عزیز و همیشگی برنامه‌های تلویزیون حزب کمونیست ایران و کامله. یک بار دیگر در خدمت شما هستم با پخش زنده پوشش اعتصابات و اعتراضات در سراسر ایران. این سیلی که به راه افتاده در ایران و میره که تا سرنگونی کامل جمهوری اسلامی سر باز ایستادن نداره و ما وارد دومین ماه از انقلاب ایران شدیم. در برنامه امروز همراه هستیم با رفیق مجید تمجیدی، کارشناس مسائل کارگری از استکهلم سوئد. رفیق مجید گرامی سلام، خیلی خوش اومدید. خیلی خوشحالم که در برنامه امروز در خدمت شما هستم. با سلام به شما و بینندگان عزیزتون، خیلی متشکر و منم ممنونم که این وقت در اختیار من گذاشتین که با بینندگان شما صحبتی داشته باشیم. خیلی خوش اومدید. خب همونطور که میدونید ما وارد نهمین هفته از اعتراضات و اعتصابات مردم ایران شدیم و این اعتراضات و اعتصابات گام‌های اولیه انقلاب رو داره برمی‌داره، از اون چه که پیداست و عینیه. ارزیابی شما از این انقلاب تا به امروز چیه؟ من فکر میکنم نه فقط من و شاید خیلی از بینندگان شما با تو این درک من یا برداشت من سهیم باشن که این اعتراضات و به نحوی که
شروع شد و ادامه پیدا کرد. تقریبا به این نحو غیر قابل پیش بینی بود، شدتش، وسعتش و مهمتر از همه مضمونش، اینکه مردم چی میخوان و این شفافیتی که توی خواسته هاشون بوده. من خودم شخصا فکر نمی کردم و اگه بخوام یه ارزیابی بکنم، ببینید شما انقلاب 57 ایران وقتی شروع شد، تقریبا از اوایل سال 56 شروع شد و بهمن 57 به هر حال به سرنگونی کامل رژیم شاهنشاهی با اون خط پیدا کرد. تقریبا نزدیک 2 سال. اگه شما این 2 سال حساب بکنید، مقایسه کنید با این که الان به قول خود شما ما الان وارد 9مین هفته شدیم، در این 2 ماه اتفاقات عظیمی اتفاق افتاده و فکر میکنم شاید در مقایسه با خیلی از انقلابات بی‌نظیر باشه که وقفه‌ای هم تو این اعتراضات نبوده. این خلاصه ارزیابی منه. اگه بخوایم تو سطح کلی بگیم، من فکر میکنم که در حقیقت خشم تلمبار شده مردم توی نزدیک به 44 سال توی این 8 هفته فوران کرد و بیرون زد و نشون داد که جمهوری اسلامی نه فقط امروز، بلکه از روز اول به قدرت رسیدنش با امیال و خواستهای مردم، با نحوه زندگی مردم تناقض کامل داشته و اون روایت هایی که تو این 44 سال هم در داخل ایران هم در کل دنیا از نحوه به قدرت رسیدن مردم، از نحوه به قدرت رسیدن رژیم و اتفاقاتی که تو این 44 سال رخ داده، اون روایت حاکم گویا این بوده که مردم انقلاب کردن، جمهوری اسلامی رو میخواستن، رژیم اسلامی رو روی کار آوردن. این روایت الان کاملا باطل شده و خیلی هم فاکتا و دلایل زیادی هست از کسایی که این تاریخ واقعی انقلاب 57 هیچ وقت نوشته نشد و کنشگران اصلی اون انقلاب هم بخش زیادیشون اعدام شدن، از بین رفتن و متاسفانه این تاریخ مکتوب و شفاهی در اختیار نسل‌های بعدی قرار داده نشد که بدونن که این روایت صحت نداشته. یعنی انقلاب 57 مثل همین انقلاب الان انقلابی بود که مردم خواستای معینی داشتن، طبقه کارگر، روشنفکرا، زنا، و خود انقلاب تو ماهای اولش این خواستا را تقریبا بیان میکرد، ولی از اواسط اون حرکت انقلاب بخشن خیلی از نیروهای سیاسی قانع شدن که با پشتیبانی از جریان اسلامی میتونن به هر حال به قدرت برسن و این جریانات ملی ایران رو در بر میگرفت، بخش زیادی از چپ رو در بر میگرفت که متاسفانه تقویت کردن. ولی مهمتر از اون بود که به هر حال یه توافق جهانی شد سر این که فهمیدن که مثل شرایط الان فهمیدن که رژیم شاهنشاهی دیگه در معرض سقوطه و باید واسش یه آلترناتیو داشته باشن و کشورهای اصلی که اون موقع آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان 4 کشور اصلی بودن توافق کردن که جریان اسلام سیاسی به رهبری خمینی را تقویت کنن. ولی فکر میکنم که خود این کشورها مثل خیلی از نیروهای سیاسی فکر میکردن که از جریان خمینی به عنوان یه ابزار استفاده میکنن، ولی این جریانی نیستش که بتونه بیاد انحصار پیدا بکنه. فکر کن جریانی مثل جبهه ملی رفت به هر حال پشت خمینی، در صورتی که ما میدونیم که بنیادن تفاوت‌های زیادی هم با جریان خمینی داشتن،
ولی اینا فکر میکردن که میان نخست وزیر و وزرا اینا رو میشن و آخوندان که قدرت سیاسی یا کاربلد نیستن و میرن به هر حال توی حجره‌های مذهبیشون میشینن و اینا قدرت سیاسی رو میگیرن. و خیلی از چپ‌ها که اون موقع به هر حال مسئله اصلیشون مسئله ضد آمریکایی و ضد امپریالیسم بود، اونا هم فکر کردن که به هر حال خمینی یه جریان ضد آمریکاییه و به خصوص جریانات پرو شوروی اون موقع فکر میکردن که هر چقدر آمریکا تضعیف بشه قدرت شوروی تو منطقه قوی تر میشه. این روندی بود که پیش رفت و نتایجش فکر میکنم تو همون سالهای اول همه نیروها متوجه شدن، حتی کشورهای که این برای یکی از عوامل روی کار آمدن جریان خمینی تو ایران بود، متوجه شدن که به هر حال این جریان سیاسی روش‌های خودشو داره. اون چیزی که خمینی میگفت خدعه، که یه وعده هایی میده، کمونیستا قرار آزاد باشن، به زنان تعرض نمیشه، با هیچ کشوری سر جنگ ندارن. و ماه به ماه و سال به سال معلوم شد که این خدعه بوده و اینا خیلی برنامه در حقیقت از پیشی داشتن که قدرت سیاسی را نه تنها قبضه کنن بلکه تمام مخالفینشون رو به هر حال از بین ببرن. ولی توی خود انقلاب این شاید در جاهایی مثل کردستان یا ترکمن صحرا خیلی آشکار بود که خب اینا جریان خمینی رو نمیخوان و شاید توهم کمتری داشتن. البته همه هم نه. مثلا تو کردستان ما میدونیم که حزب دموکرات کردستان تو مقطع انقلاب خب خیلی توهم داشت و مراودات زیادی هم با جریانات خمینی داشتن، نشست و برخاست کردن و فکر میکردن که اونا هم بخشن. اون موقع حزب دموکرات هنوز تحت تاثیر سنت حزب توده و اینا بود، ولی اونا هم به مرور بعد از حمله وسیعی که به کردستان شد متوجه شدن که به هر حال اینا توهم بوده و توهماشون ریخت با اون کشتاری که توی کردستان شد. ولی در بقیه مناطق ایران شاید هنوز خیلی از این نسل جوان نمیدونن که جمهوری اسلامی با به قدرت رسیدنش و حتی قبل از به قدرت رسیدنش با ابزارهای سرکوب نیروهای دیگر را از میدان به در کرد. ما میدونیم که مثلا تو تمام تظاهراتی که قبل از مثلا عید فطر و اینا بود سال 57، اکثرا نیروهای چپ بودن که توی کارخونه ها، توی ادارجات، مراکز کار، حتی تظاهرات خیابونی اونا سردمدار بودن و جریانات روحانیت اصلا به این نتیجه نرسیده بود که مثلا الان مرگ بر شاه بگن یا بخوان رژیم شاه سرنگون کنن. ولی به مرور اونا تونستن با روش‌های خیلی سرکوبگرانه این نیروها رو حاشیه‌ای بکنن، صدای اونا کمتر شنیده بشه و به خصوص بعد از قیام بهمن ماه شروع کردن به سرکوب این نیروها و رهبران کارگری تو تمام مراکز بخش اعظمشون به هر حال گرایشات چپ داشتن و به اینا حمله کردن، دستگیر کردن، شوراهاشون رو منحل کردن، خود جنبش زنان رو گام به گام عقب روندن و با سرکوب تونستن اون به هر حال سیاست‌های ضد زن و ضد کارگرشون رو توی جامعه حاکم بکنن. یعنی میخوام بگم بر اساس یه انتخاب فقط آزادانه نبوده که گویا همه مردم خوابنما شده بودن و میخواستن مرتجع ترین جریان سیاسی تو ایرانو که میتونست روی کار بیاد روی کار بیاد. اگه همین رو تعمیم بدیم میتونیم حالا بفرمایید سوالاتون بکنیم. نه اختیار دارید. برگردیم به همین سوال اصلی که شما کردین که در حقیقت جمهوری اسلامی با زور به قدرت رسید و تو تمام این سالها نه فقط حقوق کارگر زد، حقوق زنها رو زد، بلکه یه جامعه درست کرد که در خصوصی ترین حوزه های زندگی مردم دخالت کرد و فقط از طریق امر به معروف نه،
از طریق ابزارهای سرکوبش وارد خصوصی ترین حریم‌های زندگی مردم شد و میشه گفت تمام چیزهایی که نیازهای اولیه زندگیه همه اینا رو ممنوع به قول خودشون قدغن کرد و تو تمام این مدت هم همه نسلا مقابلش وایستادن، قربانی دادن. اگر جمهوری اسلامی جلوش مقاومت نبود خب مجبور نمیشد تو دهه 60 هم اون همه سرکوب بکنه، یعنی کردستان رو سرکوب کرد، ولی تو بقیه جاها ما میدونیم که تمام نیروها را به زور از بین برد، حتی اون نیروهایی که پشت جمهوری اسلامی بودن مثل جبهه ملی، مثل جریان نهضت آزادی، مثل حزب توده، مثل اکثریت، اونا را هم در حقیقت از لحاظ سیاسی فقط تضعیف نکرد، با زور و با زندان و با سرکوب اونا را هم از بین برد. ولی مشکل این سنت این بود که حتی به خودیهاش هم رحم نکرد. یعنی بعد از سرکوب آخرین جریان سیاسی که خیلی خودی نبود مثل حزب توده، شروع کرد به جریان سرکوب جریان‌های خودی و تو تمام این سالها اینم ادامه داشته. به یه معنی اون جریانی که قدرت رو تو ایران گرفت سال به سال به یه هسته سخت‌تر، به یه هسته به شدت خودی‌تری تبدیل شد و اگر اوایل خیلی از کسایی که بسیج شده بودن پشت این رژیم به هر حال گول حرفای اینا رو خورده بودن و به امید بهشت حاضر بودن فداکاری بکنن و به خصوص توی جنگ چند ساله‌ای که طول کشید، جنگ 8 ساله ایران و عراق، خیلی از مردم به خاطر دفاع از وطن و دفاع از مذهب، تمام اون چیزایی که اینا تونستن بسیج کنن رفتن و قربانی شدن، سال به سال از توهم مردم ریخت و اون هسته اصلی در حقیقت ایدئولوژیک هم نبود، ولی به خاطر اینکه بتونه خودش نگه داره مجبور بود به کسایی که پشتیبانشن یا پشتیبانش بشن به هر حال امتیازات اقتصادی بده. راند درست شد و این رژیم در حقیقت به یه هسته اصلی به شدت فاسد، برخلاف اون ظاهرش که ایدئولوژیک بود، تمام اون آدمایی که دورور به هر حال اون هسته اصلی که حالا به عنوان بیت خامنه‌ای مشهوره، در حقیقت اونا با رشوه و با امتیازات و رانت‌های اقتصادی پشت این رژیم موندن و به همین خاطر خود اونها هم زندگی دوگانه‌ای پیدا کردن، یعنی رو به بیرون اسلامی، رو به بیرون پایبند به موازینی که تبلیغ میشد، ولی به طور واقعی دنبال منافع اقتصادیشون بودن و این خیلی مهمه اینو بدونیم، به خاطر اینکه خود این هسته اصلی هم به شدت فاسد شد و در حقیقت رژیم از درون پوکیده شد و مردم هم به مرور اینو متوجه شدن و 2 تا جبهه درست شد که اکثریت قریب به اتفاق مردم شدن مخالف این رژیم، به خصوص با حرکت‌هایی که به هر حال تو سال 88 و اینا شد برای اصلاح رژیم و جریاناتی از درون این رژیم فهمیدن زنگ خطر رو زدن و اومدن جلو که تغییراتی تو این رژیم بدن و معلوم شد که این هسته اصلی اصلاح پذیر نیست حتی در درون خودش و اینها تجارب توده‌ای بود برای مردم ایران که به این نتیجه برسن که حتی برای متحقق کردن خواستای خیلی ابتدایی، نه تغییر و تحول در سیستم اقتصادی سیاسی، جمهوری اسلامی صدشونه و باید این رژیم از بین ببره و این آگاهی جمع شده تو تمام این سالها و اون خشم، نفرت از این رژیم تو این چند هفته بیرون زده و ما اگه بخوایم یه تصویری بدیم، در حقیقت یه تصویر میشه گفت جنگیه بین مردم و حکومت اسلامی برای خواستهای ابتدایی که تو بخش اعظمی از کشورهای
جهان به رسمیت شناخته شده است. شما فکر کنید برای اینکه مردم میگن ما میخوایم حجاب اجباری نداشته باشیم و روسری سرمون نکنیم، این قضیه اینقدر به اون وجود این رژیم بسته شده که حاضر این کشتار وسیع و هم تو همین فیلمای کوتاهی، عکسایی که شما نشون دادین، وقتی اونا رو آدم میبینه فقط دلش کباب میشه که این همه دختر نوجوان و جوون باید بمیرن، کشته بشن. خواستشون چی بوده؟ خواستشون اینه که میخوان روسری به طور اجباری سرشون نکنه. ازتون سپاسگزارم. خب از انقلاب مردم ایران در سال 57 گفتین و از اینکه چطور خمینی میشه گفت با کلاه گذاشتن روی سر مردم ایران و با پشتیبانی امپریالیستا تونست که این انقلاب رو قبضه کنه، هرچند که خمینی نگفت که حکومتی که میخواد پایه گذاری کنه چطور حکومتی باشه و گفتش که من میرم و در قم میشینم. اما خب ما میدونیم که سال 57 این کارگران نفت بودن که با بستن شیر نفت کمر رژیم رو شکستن و رژیم رو سرنگون کردن. خیلیا از کارگرها دعوت میکنن که به این اعتراضات و اعتصابات بپیوندن، هرچند که خب ما میدونیم که در طول چند سال گذشته همه کارگرها، از معلمان، بازنشستگان، کارگران هفت تپه، همین کارگران شرکت نفت مدام در اعتصاب بودند و میشه گفت که این اعتراض و این انقلاب عظیمی که الان در ایران در جریان هستش نتیجه اعتصابات کارگران هستش. اما کارگران ضعف این انقلاب رو در این میبینن که کارگران به عنوان یک طبقه با شعار خودشون، با پرچم خودشون هنوز به این انقلاب نپیوستن. شما فکر میکنید موانع پیوستن کارگران به این انقلاب چیه تا به امروز که نپیوستن، با توجه به اینکه خب دانشجویا رسما ازشون در هفته پیش در یه بیانیه ازشون دعوت کرده بودند که به این انقلاب بپیوندن، اما چه موانعی میبینن که هنوز نیومدن؟ ببینید، اگه بخوایم مقایسه‌ای بکنیم بین سال انقلاب 57 و الان، این 44 سال نمیشه گذاشت لای پرانتز بعد دوباره برگشت اونجا. یعنی وقتی ما میگیم که جمهوری اسلامی 44 سال حکومت کرده و یه رژیم به هر حال دیکتاتوری بوده که با ابتدایی ترین خواستای مردم هم سر سازش نداشته، خب این 44 سال عوارض خودش هم داره. ببینید، شاه یه رژیم دیکتاتوری بود، ولی تو همون صنعت نفت ما یه سندیکا داشتیم. این سندیکا اگرچه تحت به هر حال نظارت ساواک بود اون موقع، ولی خیلی از فعالین چپ و کمونیست میتونستن توش باشن، فعال باشن. دبیر سندیکای نفت ایران یدالله خسروشاهی بود و آقای یدالله خسروشاهی همونجا محفلی داشت تو شرکت نفت که تمام کتاب‌های سفیدی که تو سال 56 و 57 چاپ میشد، بخش اعظمیش به طور مخفیانه توی چاپخونه شرکت نفت چاپ میشد، با ماشین خود شرکت نفت بیرون آورده میشد و تو جامعه پخش میشد و به دست روشنفکران میرسید. یعنی کارگر نفت سال 56 و 57 در حقیقت انتشارات مخفی تو خود شرکت نفت درست کرده بود. اینو فقط به عنوان یه سمبل میخوام بگم که با تمام نظارت ساواک و دیکتاتوری شاه قابل مقایسه با الان نیست. تقریبا تمام کارگرای شرکت نفت کارکنان رسمی بودن. ما اون موقع هم هنوز یه شرکت‌های پیمانکاری و اینا داشتیم که خیلی حاشیه‌ای بودن و اونجا ما کارگرای موقت و اینا یه مقدار کمی داشتیم. ولی تو این 44 سال ما دیگه شرکت نفت نداریم. یه چیزی داریم به اسم وزارت نفت. وزارت نفت
در برگیرنده شرکت نفت که خودش تازه 3 شرکت میشه، از جمله مثلا شرکت پالایش و همه اینا، و 200 حدود مثلا 20,000 کارگر صنعت نفت توی صدها شرکت پخش شدن. یعنی جمهوری اسلامی در حقیقت اون سیاست نیولیبرالیسم، شما بتونی هزینه هاتون رو کم بکنی و تمام دستاوردهای کارگری که اتفاقا تو شرکت نفت زیاد بود اینا رو از بین ببری و کارگر رو از اصلی ترین ابزار مبارزش که امنیت شغلیه به هر حال اون ازش بگیری، به این معنی که کارگر وقتی قرارداد موقت داره، وقتی قرارداد کارکن رسمی نیست، به شدت گرایشات محافظه‌کارانه پیدا میکنه. محافظه‌کارانه به این معنی که نه اینکه الان معترض جمهوری اسلامی نیست یا مقابله نمیکنه، همونی که شما گفتی تو تمام این سالا با وجود سرکوب کارگرها مبارزه کردن. تو همون سال 1400 ما بیش از 4,000 خورده اعتصاب تو کل ایران داشتیم. پس بنابراین مبارزه کارگرها همیشه تداوم پیدا کرده. ولی تو این شرایط همون کارگر امکان داره تو خیابون همراه با دختر خودش اعتراض بکنه. اینا بچه‌های، خیلی از اینا بچه‌های خب کارگران زحمتکشان که اومدن بیرون، فقط اقشار متوسط و طبقه بالا نیست که. اینا کارگر هم داره الان اعتراض میکنه. ولی کارگر وقتی تو لباس کارش میخواد اعتراض بکنه واسش سخت‌تره. وقتی تو شهر شما هستین میتونی توی تظاهرات شرکت کنی و از اون ورم فرار کنی، شبم بری خونه. ولی وقتی تو کارخونه شما قرارداد موقت داری، حتی وقتی اعتراض معمولی میکنی نگهبان کارخونه میتونه بگه از فردا شما کارکن این شرکت نیستی یا قراردادش رو تمدید نکنه. این طبیعتاً اصلی ترین مانعی که در حقیقت ما تو مراکز کار بزرگ، حالا داریم روی شرکت نفت صحبت میکنیم، داریم، این موانع وجود داره اگر طبقه کارگر بخواد با لباس کار خودش و به عنوان کارگر بیاد میدون. موانع دیگه هم اینه که علاوه بر سختی، کارگر بالاخره میخواد ببینه که از لغو حجاب اجباری به درست باید حمایت بکنه، باید این کشتار عظیمی که تو همین 8 هفته شده باید مخالفت کنه که به انواع مختلف اینا حمایت میکنن، حمایت قلبی میکنن. ولی برای سازماندهی خودشون اون موقع اون رهبر کارگری باید بره تو کارخونه، بتونه یه جوری نشون بده که دستاوردش برای کارگرام چیه. چون خیلی از کارگرها اگه بخوان به عنوان طبقه کارگر بیان باید به درجه‌ای از سازماندهی رسیده باشن که بتونن به نوعی خواستای مستقل خودشون هم تو این جنبش بیان بکنن. خود حرکات خیابونی، ما اگه بگیم جنبش در خیابان، جنبش در میدان، یه تاریخچه‌ای داره و این 8 هفته در حقیقت تکوین حرکت‌های اعتراضی مثل سال 96، مثل سال 98. ولی جنبش کارگری که داشته اعتصابات پراکنده برای خواستای صنفی خودش میکرده، یه دفعه نمیتونه از این مراحلی که طی نکرده بپره بیاد وسط. ولی خاصیت انقلاب هم اینه، اگه این حرکت ها رو انقلاب بنامیم که به نظر من حرکت های انقلابیه، خاصیت انقلاب اینه، همونی که شما گفتی دانشجوها وقتی فراخوان میدن یا خیلی از نیروهای سیاسی فراخوان میدن، میدونن که بدون اومدن طبقه کارگر شکستن کمر رژیم خیلی سخته. این میتونه خود اون روندم تسریع بکنه. یعنی خیلی از فعالین کارگری هم از اون حالت عادی سازماندهی خارج بشن و راهکارهایی پیدا بکنن که بتونه اون تشکل درون کارخونهشون رو تسریع بکنه. ببینید به عنوان نمونه کارگر رسمی صنعت نفت
خیلی سختش بود که بیاد بگه مثل اون موقع ما شیر نفت رو میبندیم. سال 57 اومدن گفتن صدور نفت به آفریقای جنوبی ممنون، ساواک باید منحل بشه و به کشتار 17 شهریور اعتراض کردن. الان کارگر ایرانی یا کارگر نفت اون مرحله نیست، ولی کارگر نفت تو همین چند روز اخیر، هفته‌های اخیر حرکتی رو شروع کرد که برای بسیج توده‌ای کارگر راحت تر بود. ماده 10 دارن اونا که قرار بود خیلی از کارگرها رسمی بشن برای اومدن به مبارزه. این در حقیقت تمرین برای همون سازماندهی و فعالین کارگری دقیقا میدونن که دارن چی کار میکنن که بتونن توده وسیع را به این جنبش بکشونن. یه بخش دیگه هم اینه که تو خود کارگرها اگه در سطح توده صحبت میکنیم باید کار آگاهکرانه هم بشه. یعنی اگه برای این دخترای جوون مسئله لغو حجاب اجباری به هر حال مثل مرگ و زندگی الان شده، یا اگر برای جنبش زنان خیلی کاملا مشهوده که باید پرچمدار این مبارزات باشن، برای توده کارگری الزاماً، من دقیقاً خبر ندارم، الزاماً میتونه این باشه که هنوز اهمیت پشتیبانی از این نوع خواستار توده کارگری شاید درک نکرده باشه، توشون مرد سالاری باشه، تو بخششون سنت‌های عقب مونده باشه و اینا موانعیه که به هر حال وجود داره و رهبران و پیشروان کارگری باید واسش کار کنن. بله، خب رفیق مجید، در بیانیه هایی که شورای سازماندهی کارگران نفت منتشر میکنه میشه گفت جزء اولین بیانیه هایی بود که خشونت و سرکوب عریان رژیم رو محکوم کرد و حتی التیماتوم داد و من کاملا بر این معتقدم که در طول چند سال گذشته کارگران نفت خواسته هاشون تنها صنفی نبود بلکه فراتر رفته بود و به خواسته های سیاسی تبدیل شده بود. میتونیم از خواسته هاشون بگیم که خواهان آزادی زندانیان سیاسی بودن، خواهان حمایت از معلمان، حمایت از بازنشسته ها، همین اینا میشه گفت خواسته های سیاسی هستن. اما در مورد اینکه چرا به این انقلاب نمیپیوندن، بعضیا میگن که خب کارگر که با این تورم افسار گسیخته و این گرانی روزافزون، کارگری که کارش رو تعطیل کنه قطعا سنگینی بار اقتصادی بر گرده این کارگران بسیار هستش و اونا یه صندوق احتساب ندارن. هرچند که به قول شما ما نمیتونیم بگیم که دارن یا ندارن یا در آستانه تأسیس یه صندوق هستن و خیلی ها میگن که شعار سیاسی یا شعاری که خواسته کارگران باشه در بین شعارها نیست. به نظر شما این تا چه حد صحت داره؟ ببینید وقتی از طبقه کارگر حرف میزنیم بخشای مختلفی داره. اگه معلمان رو جزء طبقه کارگر بدونیم، ببینید مثلا معلمان تو سالهای اخیر 20 ساله دارن کار سازماندهی میکنن و تو اونا سنت‌های مبارزاتی به درجه‌ای که متشکل شده برای این مشکلات هم راه حل‌های پیدا کردن. ببینید ما مثلا تو سالهای اخیر تمام معلمایی که دستگیر میشدن از حق عضویتی که معلما به کانونهای صنفی میدادن و از اون طریق به شورای هماهنگی صنفی معلمان که همه این کانونها را هدایت میکرد، معلمان ما مشکل مالی پیدا نمیکردن. ولی الزاماً این در کل جنبش کارگر و کارکن جامعه ایران شاید عمومی نشده، ولی تو خیلی از کارخونه هم شما مطمئن باشین که وقتی اعتراضاتی میشه، مثلا کارگران هفت تپه به طور رسمی اعلام کردن که ما از بیرون پول قبول نمی کنیم، به خاطر اینکه تو همه این سالها خب صندوقهای حمایت از کارگرها تو خارج کشور هم تشکیل شده بود که آدم ها از جیبای خودشون از جایی پول نمی اومد، آدم ها از حقوق خودشون یه مقدار می زدن، به اینا کمک می کردن و این پول بخشن به دست
بخشی از فعالین کارگری میرسید. ولی ارزیابی اکثر فعالین کارگری شاید تو ایران این بود که خود جمهوری اسلامی از این به عنوان یه ابزار علیه اونا استفاده میکنه و میگه شما وابسته این، به خارج وصلین، و برخی از مراکز کار تصمیم گرفتن که از این پولا قبول نکنن. ولی وقتی قبول نمیکنن به این معنی نیستش که همه کارگرایی که زندان میفتن یا دستگیر میشن هیچ کمکی دریافت نمیکنن. شبکه‌های کارگری، شبکه‌های تو کارگرها هستش که به داد همدیگه میرسن و کمک میکنن. ولی همونی که شما گفتید، اگر جنبش کارگری بخواد به سوی سازماندهی متشکل تر بره، طبیعتاً ایجاد و گسترش صندوق اعتصاب بخشی از این مسئله هست. ولی وقتی در سطح سراسری بشه، تامین اینم در حقیقت خیلی سخت میشه. ولی در رابطه با من یه نکته‌ای بگم در رابطه با صندوق‌های اعتصاب در سال 57 هم یه مقدار مبالغه میشه. یعنی درسته که اون موقع صندوق‌های اعتصاب نبود و آقای بازرگان و رفسنجانی پول جمع کردن و رفتن با کمک آقای عراقی و چند تا بازاریه یه پولایی هم دادن. ولی اصلا اینجوری نبود که تو سال 57 کارگرایی که اعتصاب میکنن تامین بشن. و به همین خاطر من فکر میکنم این مسئله نقش خیلی کمی داره. الان تو خارج کشورم آقای رضا پهلوی یا خیلی های دیگه فراخوان دادن که صندوق مالی تشکیل بشه. ولی من فکر نمی کنم که مشکل کارگر ایران اساساً این باشه. یعنی اگر دخترای جوون ما میان زندگیشونو میزنن و خیلی از هزینه ها میدن، اگه دانشجو از تحصیل محروم میشه، از دانشگاه اخراج میشه، طبیعتاً کارگرم اگر انگیزه شرکت در این انقلابش بالا بره، به نظر من متقبل هزینه هاش هم میشه. ما قرار نیست تو این انقلاب کارگرایی داشته باشیم که زندگیشون تامین باشه، هیچ صدمه‌ای نبینن، بعد با دست گل بیاریمشون به این انقلاب بپیوندن. من فکر می‌کنم این کلاً یه ذره لیلی به قاقای کارگر گذاشتن هم خیلی روش خوبی نیست. باید این توقع از کارگران داشتش که اولاً برای خواستای آزادی خواهانه که شاید مستقیم به کارگر به عنوان کارگر تو اون لباس کارش مربوط نشه، ولی به دخترش مربوط میشه، به زنش مربوط میشه، به اعضای بزرگ خانواده خودش مربوط میشه. اینا همه جزء خواستای اونم هستن. لغو حجاب اجباری باید شعار کارگرم باشه. ولی اون چیزی که شما گفتین درسته. یعنی تو این انقلاب کارگر به درجه‌ای که به صحنه بیاد هستش که میتونه خواستای خودش فریاد بزنه. قرار نیست کسای دیگه، جریانات سیاسی دیگه که برای خواستای دیگه میخوان بیان و از این انقلاب توقعات دیگه دارن و میخوان این انقلاب به جای معینی بره، اونا نمیان خواستای کارگرها یا به سیاست‌های اقتصادی که کارگرها را به هر حال مورد حمله قرار میده. مثلا همین سیاست‌های نئولیبرالیستی ما الان کمتر تو جریانات سیاسی میبینیم که وقتی جمهوری اسلامی رو نقد میکنن، وقتی میخوام جمهوری اسلامی بره بگن که چه اقتصادی قراره بیاد. خیلی از این جریانات سیاسی از لحاظ ایدئولوژیک طرفدار جریانات نئولیبرالیستی هستن. فکر کنید جریانات سلطنت طلب که الان تلاش میکنن برای جا پای پیدا بکنن، سیاست اقتصادیشون روشن نمیگن که ببینن آیا این همه اتفاقات اقتصادی که تو جامعه ایران اتفاق افتاده مخالف این هستن یا مخالف این نیستن. و به همین خاطر کارگر باید بدونه که قرار نیست کسی دیگه بیاد حرف تو رو بزنه. تو به درجه‌ای که به این انقلاب بپیوندی، به درجه‌ای که بگی با چی مخالفی و چی میخوای. به نظر من مثلا جنبش زنان تو این مسائل از جنبش کارگری پیشرفته تر بوده. یعنی الان وسط اومده
و داره میگه که ما چی میخوایم و چی نمیخوایم. اینو داره به صراحت میگه. شعار زن زندگی آزادی اومده وسط و این وسط کارگرم باید موضعش نسبت به این شعار، در حقیقت این یه شعار هم نیست، یه برنامه‌ای برای آینده هستش که همه جنبش‌ها، همه گرایشات سیاسی سعی میکنن تو این برنامه آینده نظرات خودشونو به صراحت بیان بکنن. به نظر من جریانات چپ، سوسیالیستی و جنبش کارگری هم میتونه همین کار بکنه. بالاخره این انقلاب با این شعار راه افتاده و هر جریانی باید بیاد وسط بگه این وسط چی میخواد چی نمیخواد. بله، سپاسگزارم. از جریان سلطنت طلب ها حرف زدید. خب ما در یکی دو هفته گذشته خیلی شاهد این بودیم که بعضی از اپوزیسیون ها میخوان که مهر خودشون رو بر این انقلاب بزنن و یا اینکه بحث پرچم پیش میاد که پرچم این اعتراضات در کجا باشه و یا خیلی ها در اکسیون ها مخصوصا خارج از کشور میخوان که پرچم خودشون بک‌گراند برنامه و یا مقابل دوربین ها خیلی به نمایش گذاشته بشه. شما نظرتون در این مورد چیه؟ آیا اپوزیسیون یا حتی پهلوی حالا پان ایرانیسم هر کی میتونه خودش رو صاحب این انقلاب بدونه که الان در ایران در حال وقوعه؟ اولا به نظر من تصویری که از خارج کشور داده میشه به قول شما دوباره از طریق رسانه‌های معینی داده میشه و به داخل ایران هم فرستاده میشه و به همین خاطر توی ایران مردم میتونن تصویر غلطی از خارج کشور بگیرن. تو خارج کشور تا اینجایی که من توی سوئد زندگی میکنم، شاید از کشورهای دیگه دقیق خبر نداشته باشم، ولی از سوئد اگه به شما بخوام خبر بدم، طرفداران جریان سلطنت طلب جزء اقلیتن، ولی بخشی از مردم هنوز تفاوت شاید این که پرچم ایران ورداره بره، چون با پرچم جمهوری اسلامی مخالفه و فکر میکنه اون پرچم ایرانه و خیلی وقتا امکان داره اون پرچم رو دستش بگیره، ولی اکثریت اونا الزاما اصلا طرفدار سلطنت نیستن و با خیلی هاشون که صحبت میکنی متوجه میشی و اینم تو همین 8 هفته‌ای که انجام شده اکثریت مردم به این نتیجه رسیدن. اگه دقت کنید حتی تعداد پرچم هم کمتر شده، ولی به نظر من اینا تعیین نمی کنن که کدومشون بیان. مهمترینش که ما باید از طرف، به خصوص از طرف داخل کشور، این صدا باید قوی تر بشه. من دیروز ما اینجا یه تظاهراتی داشتیم از طرف اتحادیه کارگری سوئد برگزار شده بود، جمعیت خیلی زیادی هم اومده بود. تو اونجا من اصلا پرچم ایران ندیدم. من خودم یکی از سخنرانان این تظاهرات بودم و چیزی که اونجا تاکید کردم، الانم دارم در پاسخ به پرسش شما میگم، اینه که از طرف همه این تظاهرات ها از طرف داخل کشور باید با یه صدای قوی برخلاف سال 57 به همه دنیا اعلام بشه که از این حمایت‌های بین‌المللی که انجام میشه توسط هنرمندا، توسط مردم شریف تمام دنیا، توسط اتحادیه‌های کارگری تشکر کرد و خواست که این حمایت‌ها قوی‌تر بشه. در همون حال باید این پیام به تمام سران کشورها، به خصوص کشورهای غربی، فرستاده بشه که با مردم ایران به عنوان افراد نابالغ رفتار نکنید. نشینید از همین الان برای آینده ایران تصمیم بگیرید. این مهرهایی که شما ملاقات میکنید، مثلا افرادی مثل همین مسیح علی نژاد، نماینده جنبش ایران نیستن. اینها تعلق به راستترین جریانات دارن. اگه بخواید توی منظر سیاسی عمومی نگاه بکنید، اینها کسانی که باشون رفت آمد میکنن توی آمریکا، آقای خانم مسیح علی نژاد جزء ترامپیستا قرار میگیره و تمام اون به عنوان لابی سیاسی که
رفتار میکنه میره راستترین جریانات سیاسی رو میبینه. اگه اینا بخوان یه جریانات راست تو ایران سر کار بیارن که در حقیقت ضد شعار زن زندگی آزادیه، اون موقع از طرف طرفداران کسایی که با این خواست به میدان اومدن، این جنبش الان پرچمش شده زن زندگی آزادی، باید پیام روشن بشه فرستاده بشه که اجازه بدید مردم ایران، کسایی که دارن کشته میشن، کسایی که دارن تو خیابون مبارزه میکنن، خود اونا تصمیم بگیرن چه آینده‌ای میخوان. این به نظر من روشن‌ترین پیامه که باید برخورد کرد و شما نمیتونی کنترلی بر این که اون رسانه‌های اصلی چی رو میخوان تقویت کنن زیاد ندارین، چون اونا هر کدوم به هر حال وابستگی‌های سیاسی دارن و خیلی وقتا کشورهای معینی با نیت معینی بیخود نیومدن. عربستان سعودی بیخود نمیاد پول خرج کنه یه رسانه درست کنه، برای چی میگن زن زندگی آزادی نیست. اگه برای زن زندگی آزادی بود یه قطره از اون خود کشور عربستان پیاده میکرد. این آگاهی باید تو مردم بره که ما خودمون داریم مبارزه میکنیم، دستتون درد نکنه اگه حمایت بین المللی میشه، ولی به هیچ عنوان این دفعه اجازه نمیدیم که کسی واسه ما تعیین تکلیف بکنه، دوباره یه نفر رو زیر نورافکن ببرن، دوباره با هواپیمای ایر فرانس بفرستن ایران و بشه. از خارج کشور کسی را ما قبول نمی کنیم، هیچ آلترناتیوی برای ایران تعیین بشه. این حرکت شروع شده. من تو سخنرانی دیروزم تو اون تظاهرات گفتم و میتونم بگم من از دیروز این صحبت رو کردم، به شدت حمایت گرفتم. یعنی تعداد خیلی زیادی واسه من پیغام میفرستن، تشکر میکنن که با این صراحت اعلام شده و الان هم داره حرکت‌های، من بیشتر تو حوزه کارگری کار میکنم، با اتحادیه‌های کارگری، ما با حتی کسایی مثل جاوید رحمان و اینا تماسای مستقیم داریم و میخوایم صدای مردم به اونام برسونیم که اونام همینا رو تکرار بکنن. ولی در حقیقت یه مقابله انجام میشه بین دولت‌ها که الان تقریبا اصلش دوباره آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمانن، دقیقاً مثل 57 که اونا الان جلسات خودشونو میذارن و قراره حتی 10 کشور که از جمله دولت سوئد هم قراره تو شرکت بکنه، اینا دوباره دور هم جمع بشن و قراره برای آینده ایران برنامه ریزی بکنن و به توافق برسن. این یه جدالیه بین نیروهایی که طرفدار زن زندگی آزادی هن و میخوان آینده ایران از کانال این شعار پیش بره و کسایی که یک مبارزه را دیدن به این نتیجه رسیدن که جمهوری اسلامی دیگه موندنی نیست، حالا به فکر آلترناتیوش هستن. و یه نکته اینجا بگم شاید کمک میکنه که من شخصا فراخوانم به همه نیروهای آزادیخواه، چپ و دموکرات، اینه که از این فرصتی که به نظر من مهسا امینی با خونش برای جامعه ایران فراهم کرد، از این فرصت که به نظر من واسه خیلی از نیروهای فرصت بادآورده بود، یعنی توی جامعه ایران الان داشت سالها تلاش میشد که نیروهای عظمت طلبانه، نیروهای به شدت ناسیونالیست، همه اینا پا بگیرن. یه اتفاقی تو ایران افتاد با قربانی شدن مهسا که یه شعاری اومد وسط. خیلی از نیروهای چپ و سوسیالیستی من میبینم که همه چی را فقط بر اساس استراتژی خودشون تعیین میکنن که خوبه یا بد، که این خیلی اشتباهه. یعنی ما باید تو اون فرمول بندی های خودمون هم یه تجدید نظر بکنیم. از نظر من که مثلا من هیچ وقت فکر نمی کنم که بد باشه که حتی جمهوری اسلامی بیفته ولی خیلی از خواستای زنان متحقق بشه ولی خیلی انقلاب سوسیالیستی هم انجام نشده باشه. میتونه همچین اتفاقاتی هم تو جامعه ایران بیفته. ما باید طرفدار
رفتن جمهوری اسلامی و تقویت مبارزات و خواستای کارگرا، زحمتکشا، زنا، اقلیت‌های ملی، هر کی که هست، همه آدم‌هایی که خواستایی دارن و برای اون خواستا دارن مبارزه میکنن، ما باید طرفدار تحقق اینا باشیم و خیلی از وقایع بر اساس امیال ما پیش نمیره و متاسفانه از نظر من خیلی از چپ‌ها ناظر این انقلاب میشن، به خاطر اینکه الان نگاه میکنن میبینن که حالا با کلیشه های اونا یا با تعریف های اونا این مثلا شعار زن زندگی آزادی کجا میگنجه. این فراخوان من به همه هستش که تو این مرحله با صحنه بودن، با توی انقلاب بودن، با مبارزه کردن میشه مردم رو آگاه کرد و اون آگاهی خیلی به سرعت پیش میره، به خاطر اینکه در متن یه انقلابه. با کنار کشیدن، با ناظر بودن، با نق زدن، فقط با انتقاد کردن هیچ جنبشی به اون آرزوهای اصلی خودش نزدیک نمیشه. این به نظر من جنبندی خیلی خلاصه‌ایه که میشه مثل یه پیام، به خاطر اینکه تلویزیون شما هم یه تلویزیون سوسیالیستیه و داره صدای کارگر و زحمتکش و زن رو تبلیغ میکنه. من از این تریبون استفاده میکنم و دوست داشتم این پیامو به همه نیروهای آزادیخواه و دموکرات و چپ برسونم. خیلی خوشحال شدیم، خیلی ممنون از حرفای زیباتون. اما خب ما چند دقیقه از برنامه‌مون باقی مونده. خیلی دوست دارم بگم که اگه پیامی دیگه ای داریم به عنوان کسی که خب یه عمر دارین در راه آزادی و برابری مبارزه میکنید و یا حرف خاصی، نکته خاصی که بخواید به حرفاتون اضافه کنین، خیلی ممنون میشم که کوتاه بفرمایید. خواهش میکنم. من شاید از این فرصت استفاده بکنم و یه نکته رو بگم، اونم یه نکته که توش خیلی غم و ناراحتی است. اونم اینه که 44 سال یه جامعه تحت فشار قرار گرفت و مردم زیادی سال به سال زجر کشیدن یعنی یه طاعونی تو این جامعه افتاد، همونه که گفتن. یعنی شما فکر کنید ارتجاعی ترین، عقب مونده ترین گرایش سیاسی تو ایران روی کار اومد. یعنی یه فاجعه‌ای بود و عوارض خیلی زیادی برای مردم ایران داشت. حالا کشت و کشتار شد، توی کردستان کشتن فلان، فقط این نبود. ما سیاسی ها فقط زندان میبینیم، قتل عام رو میبینیم، ولی مردم عادی نسل به نسل از اینکه بتونن نونی تو سفره خانوادهشون بیارن، از اینکه بچه‌هاشون خوشحال ببینن، از اینکه بچه‌هاشون بتونن از ابتدایی ترین حقوق انسانی، یعنی ما انسان‌ها تمام آرزومون اینه که به هر حال بخوریم، بخوابیم، شادی کنیم، یه چیزای اولیه‌ای که در حقیقت انسان‌ها همیشه تو طول تاریخ خودشون داشتن. امکاناتشون کم بوده بر اساس اون امکانات، ولی فکر کنید تمام آوازها و رقص‌ها و همه اینایی که سنت مونده واسه ما از دل همون جوامعی که خیلی هم سختی کشیدن. یعنی انسان با طبیعت جان سخت داشته، یه نونی از اونجا در می آورده، یه ماهی می گرفته، یه شکاری می کرده، ولی همه اون کارا رو که می کرده دور هم جمع می شده، می رقصیده، می خنده، شادی می کرده که اون سختی ها رو جبران بکنه. ولی ما 44 سال مردم ایران از این محروم شدن. اگه این تصویر بگیرید، اون موقع همه ساکنین ایران اون موقع یه دین بزرگی دارن به این نسلی که با این که تحت جمهوری اسلامی آموزش دید، با این که تمام کتابای درسیش آموزش‌های ارتجاعی بود،
با اینکه آموزش‌های مذهبی بود، آموزش‌هایی بود که بر اساس افسانه‌های ساختگی به خورد مردم داده میشد، درست همین نسل اومد وسط، فریاد زد، قربانی داد و هنوز داره قربانی میده. اون موقع من فکر میکنم همه ما یه دینی به این نسل داریم که به هر طریقی که میتونیم باید در حقیقت جبران بکنیم. حالا در رابطه با جنبش کارگری هم گفتیم یا در رابطه با هرچی، من فکر میکنم همه مردم ما یه دینی داریم که فعالیت هامونو بیشتر کنیم، از منافع شخصی، گروهی، حزبی، حتی ایدئولوژیک، استراتژیک توی مقاطعی از تاریخ باید گذشت، به خاطر اینکه باید به یه چیزی رسید و این پیام میتونه همبستگی بیشتری را هم بین مردم هم بین نیروهای سیاسی به وجود بیاره که ما از این فرصتی که پیش اومده استفاده بکنیم برای ساختن یه جامعه بهتر، برای اینکه دوباره حکومتی یا رژیمی روی کار نیاد که ما چندین 10 سالم بخوایم با اون مبارزه بکنیم و این یه مسئولیت اجتماعی هم برای نیروهای سیاسی و هم برای هر شهروند ایرانی به وجود میاره که ما با هر تصمیم اشتباهی میتونیم نتایج خیلی بدی برای جامعه به بار بیاریم و از این پرهیز بکنیم. من خیلی ممنون شدم که این وقت در اختیار من گذاشتید و امیدوارم که صحبتام برای بینندگان شما کسل کننده و خسته کننده نبوده باشه. نه، اختیار دارین. ما از شما ممنون هستیم که وقت گذاشتید و در برنامه ما شرکت کردید. خیلی خوشحال شدیم از حضورتون و خیلی ممنون که وقتتون رو برای این برنامه گذاشتین. سپاسگزارم از حضورتون. امیدوارم که در برنامه بعدی هم بتونیم که با شما گفتگو داشته باشیم. خیلی ممنون، متشکرم، مرسی. بله، سپاسگزارم. رفیق مجید تمجیدی، کارشناس مسائل کارگری از استکهلم، سوئد. بینندگان عزیز، به این ترتیب به پایان بخش دیگری از برنامه زنده ویژه اعتصابات و اعتراضات در سراسر ایران رسیدیم. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم. تا دیداری دوباره، شاد و سربلند باشید. به امید پیروزی. حکم فقر و بندگی ز حاصل رنج کار و خستگی مان تنیده اند تار و پود بردگی سپاه کاریم و توده های محرومان به جان شوند رهروان راهمان چو آخرین نسل بردگان و بی چیزان قیام ما واژگون کند جهان به پا ای گرسنگان ای ستمکشان به سوی سوسیالیسم به سوی آزادی به سوی دنیای نوین به پا به سوی سوسیالیسم زبان ما افزون به عزم جزم ما به دست خود باید رها شویم سلاح ما اتحاد ما